شهر کابل امروز رنگ دیگری به خود گرفته بود. شماری از سرک‌های عمده آن توسط کانتینرها مسدود و برخی دیگر جاده‌ها شاهد راهپیمایی گسترده ده‌ها هزار معترضان بوده است. تصمیم کابینه مبنی بر انتقال 500 کیلوولت برق ترکمنستان از مسیر سالنگ جبل سراج یک بار دیگر با اعتراض ده‌ها هزار مظاهره کننده مواجه شد و آنان خواستار لغو این مسوده شدند. این راهپیمایی 5 ساعته امروز از چهارراه مزاری آغاز و به پل ارتل شهر کابل پایان یافت. در این حال شماری از اشتراک کنندگان در این راهپیمایی با تایید این سخنان میگویند که اگر حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکند به حرکت‌های گسترده‌تر دست خواهند زد. ما نسلی هستیم که نسل فریاد هستیم، نسلی هستیم که صدای ما خاموش نمیشه، نسلی هستیم که دادخواهی میکنیم و نسلی هستیم که آرام نمیشونیم، حق میگیریم و این فهمیدیم که این حرکت‌های مدنی حتما نتیجه میدن. برادران جنوبی، تعدادی از اشتراک کنندگان این راهپیمایی دست به خشونت زده. شماری از ژورنالیستان به شمول ویدیو ژورنالیست رادیو آزادی را لط و کوب کرده و بر نیروهای امنیتی افغان سنگ پرتاب کردند. اما برگزار کنندگان این راهپیمایی این مسئله را رد کرده، میگویند که شماری از افراد استفاده جو از این موقع استفاده کرده خشونت انداختند. حکومت افغانستان پیش از این کمیسیونی را موظف ساخته تا امور این پروژه را بررسی کرده و تا 10 روز آینده برای تصمیم نهایی به ریاست جمهوری گزارش دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است که با رسیدن برق از مسیر سالنگ به کابل که به نظر آنان کوتاه‌ترین راه است، بامیان نیز از روشنایی برق مستفید خواهد شد. اما این تعهد رئیس جمهور افغانستان تا کنون قناعت این مظاهره کنندگان را فراهم نساخته است.